وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه، یک وقت دیگه، بله، که خدا باز در زندگی ما و شما آورده. این روز نوه، اما قسم کلام خدا میگه که این از رحمتهای بسیار زیاد خداست که ما تلف نشدیم. واقعا اوست که برای ما این مواقع را فراهم میکنه تا که بر روی ازی کره خاکی زمین ما نفس زندگی داشته باشیم و ما خدا را تمجید بگوییم، خدا را شکرگزار باشیم و سر به سجده، بله، شکرگزاری بکنیم که خدای من تو رو شکر میکنم که تو نه تنها مرا بلکه تمامی انسانها را، تمامی حیوانات، حتی گیاها را تازگی بخشیدی در این روز برای من که من اکسیژن درست، هوای درست داشته باشم و تنفس بتانم و زنده بمانم تا که من تو را تمجید بگویم. چقدر لذت بخش است، چقدر لذت بخش است وقتی که ما خدای حقیقی را میشناسیم، خدای محبت را میشناسیم، خدایی که فیض خود جاری میکنه، بله، خدایی که ما را بسیار زیاد دوست داره. چقدر لذت بخش است که او خدا را ما تمجید بگوییم که خدای واقعا حقیقی است. در دنیا انسان ها از طرف خود خداهای بسیار زیاد جور کردن، فلسفه های بسیار زیاد دارن. از همون خاطر ما در دنیا جنجال های بسیار زیاد میبینیم. ای قتل و غارتگری و کشتن و صاحب گردن بریدن، تمامی چیزهای مذهبا و ادیان تماما از طرف خدا نیستن. کسایی که گردن میبرن یا از طرف خدا نیستن یا از طرف شیطان هستن و دینشان به همین ترتیب واره یاد میته و دینشان دین حقیقی خدا نیست. اگر شما از نگاه دین هم میگین، کلام خدا برای ما در مورد دین حقیقی میگه خدای ما خدای پر از فیض است. اینقدر او ما را زیاد دوست داره، اینقدر ما را زیاد دوست داره، با وجود از اینکه همین کلام خدا در رساله رومیان فصل 5 برای ما میگه وقتی که ما کمزور بودیم، وقتی که ما گناهکار بودیم، وقتی که ما دشمن با خدا بودیم، خدا یگانه پسر خدا دریغ نکرد، از ما رایی کرد تا که او به جای ما مصلوب شود. او قربانی داد. بسیار جالب است وقتی که ما در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم، در مورد از اینکه عیسی مسیح کیست. عیسی مسیح شاگردای خود این سوال کرد که شما چه فکر میکنین که من کی هستم؟ مردم در مورد عیسی مسیح میگفتن که این کی است؟ این چه شخصی است؟ بسیاری او را در نام نبی، در نام پیامبر، در نام یک شخص بسیار بسیار فامیده تشریح میدادن. امروز هم کسایی هستند که عیسی مسیح را به نام پیغمبر، به نام نبی میشناسند. بله، او هم پیغمبر بود و هم نبی بود. او پیغمبر، پیام بر، او پیام آورد از آسمان، از خانه جلال خود، از پیش پدر آسمانی که انسانها را خدا دوست داره و خدا میخواهد که انسانها به او برگرده تا که انسانها از این زیر دلدل گناه، از این زیر تاریکی و موت نجات بیافن. بله، او نبی هم است. کلمه نبی از لسان عبرانی گرفته شده که در عربی هم ایره نبی میگه و ما و شما در لسان فارسی و دری و پشتو و هزارکی و ازبکی هم نبی میگیم. نبی به معنای پیشگو، کسی که عاقبت، کسی که مستقبل پیشگویی میکنه که سبا چی خواهد شد، دیگه سبا چی خواهد شد، یک سال بعد چی خواهد شد، یک قرن بعد، 10 قرن بعد چی خواهد شد. انسانی کار نمیتونه، ما قدرت نداریم. پس نبی حقیقی خداوند خودش است و عیسی مسیح نبی اول و نبی آخر است. او
میگه خودش که من اول و من آخر هستم، یعنی بعد از من کسی نیست که نبی باشه، پیش از من هم کسی نبی نبوده. در حقیقتش انبیایی را که ما در کتاب مقدس خدا میخوانیم در موردش ما وار نبی میگیم، ما وار نبی به نسبت از این میگیم که چیزی که خدا پیشگویی میکنه امور ابلاغ میکنه برای مردم، یعنی از جانب خدا یک نبی هستند که برای ما این ابلاغ میکنه. و اما نبی حقیقی، پیشگوی حقیقی، کسی که مستقبل میفهمه، کسی که مستقبل سفر میتونه، او خداوند خالق و مالک کائنات خودش است. و عیسی مسیح نبی اول و نبی آخر است. قبل از عیسی مسیح نبی نبوده، بعد از عیسی مسیح نبی دیگری نیست. پس کلام خدا در مورد مؤمنینش میگن که ما هم نبوت میکنیم. ما چطور نبوت میکنیم؟ ما کلام تازه دیگه از خدا نمیگیریم، بلکه کلامی را که ما میگیریم از کلام مقدس خداست و هر روز این برای ما معنا و تجدید میشه، معنای نو برای ما میته. خداوند مکاشفه نو برای ما از هر آیت میته. باور کنین اگر ما یک فصل کتاب مقدس میخوانم امروز، برای ما خداوند یک چیز مکاشفه میکنه، سبایش در مورد کدام چیز دیگه از این فصل امکان داره که برای ما مکاشفه کنه، برای ما یاد بده، برای ما بفهمانه. بعضی وقتا بعضی ایسای کتاب مقدس ما خواندیم و خداوند کتما صحبت کرده، خداوند کتما صحبت کرده و ما ایران ماندیم که اینمی را خب ما بار خوندیم، اینمی موضوع چطور حال ما درک کردیم، به خاطر اینکه خدا از طریق کلام خود هر روز برای ما یک مکاشفه نو میته. و نبوت ما بنا به نبوت کامل خدا که در اینجا است، چیزی که پیشگویی در اینجا شده، چیزی که در اینجا خداوند برای ما داده، محبت نامه کامل خدا، پیشگویی کامل خدا در اینمی کتاب مقدس خداست. و ما کسانی که از طریق از این برنامه صحبت میکنیم، ما مطابق کلام خدا صحبت میکنیم، از خود چیزی اضافه هرگز نمیکنیم. و خدا تمامی چیزها را داناست و او میفهمه و او انسانها را بسیار 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 دوست داره. و کسانی که به او ایمان میارن خداوند واره هم انبیای خود میخوانه. عیسی مسیح میگه شما اذیت و آزار میافین. فصل 5 انجیل متی اگر ما میخوانیم در اونجا بسیار واضح است. میگه شما اذیت و آزار میافین چرا که قبل از شما انبیای دیگه هم آزار یافته. قبل از شما انبیای دیگه هم، یعنی که شما هم انبیا هستین. شما هم انبیا هستین. کسانی که در عیسی مسیح است، خداوند واره رتبه انبیا را میته، خداوند واره رتبه فرزندی خود میته. از این که بالاتر چی باشه؟ از این که بالاتر چی باشه که شاه شاهان. چرا ما عیسی مسیح را شاه شاهان میگیم؟ به این معنا نیست که او شاه پادشاه های دنیاست. نه، چون پادشاه های دنیا او را رد میکنه، پس او شاه از او شاه نیست، چون به موت ابدی روان هستند. شاه به خاطر عزیز که کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستند، خداوند کلامش وار شاهزاده های خود میخوانه، وار پادشاه ها میخوانه و پادشاه پادشاهان عیسی مسیح است. او پادشاه مؤمنین خود هست. و یک روز این اعلام میشه، یک روز او روز میایه که هر زانو خم میشه، هر زبان میگوید که عیسی خداوند است. اما قسمی که در او سرود بسیار شیرین فارسی ما میخوانیم، او خداست، او خداست، از مردگان برخاسته، او خداست. هر زانوی خم شود، هر زبان بگوید عیسی خداوند است. در انگلیسی هم میره میخوان He is Lord, He is Lord. بله، He is Lord. او خداوند است، او خداوند است، او خداوند است. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. بله، هر زانوی خم شود، هر زبان اقرار کن that Jesus Christ is Lord. عیسی مسیح او خداوند است، او خداوند است. و یگانه تسلی، یگانه اطمینان و یگانه اعتماد تنها بر عیسی نیکوست. تنها بر عیسی نیکوست.
چرا که تنها او میتونه که جل ما را از زیر دلدل گناه نجات بده. تنها اعتماد بر عیسی میتونه که ما را نجات بده. مو شعر است که میگه دیوانه مشو به حق که حق بوده مسیح. بله، ما دیوانه نمیشیم، ما دیو نداریم، ما جن نداریم، چرا که خداوند عیسی مسیح ما را از جنات و از دیوها پاک ساخته. دیوانه مشو به حق که حق بوده مسیح. وقتی که حق که عیسی مسیح هست، حق با اوست، حق ای حق ما در عیسی مسیح پی میبریم، ما را از دیوانگی خداوند پاک میکنه، ما را به پروانگی میاره. ما عاشق نور عیسی مسیح میشیم، عاشق محبت عیسی مسیح میشیم، ما عاشق فیض عیسی مسیح میشیم. اما قسمی که عیسی مسیح انسانها را دوست داشت، ما هم انسانها را دوست می داشته باشیم. دیگه ما در نام مذهب، در نام دین، در نام نسل، شما ایرانی هستین، شما فارس هستین، شما کرد هستین، شما ازبک هستین، شما هزاره هستین، شما پشتون هستین، شما تاجیک هستین، و یا شما ترک هستین، و یا شما کرد و عرب هستین، و یا چینایی هستین، و یا انگلو ساکسن هستین. در نام از این چیزها دیگه اهمیت نمی داشته باشه. در عیسی مسیح، در عیسی مسیح ما یک قوم خاص خدا میشیم. در عیسی مسیح ما یک نسل خاص میشیم که خدا ما را نجات داده. و این را کلام خدا چی میگه؟ مقدسین خدا. مقدسین خدا. آیا شما میخواین که مقدسین خدا شوین؟ عیسی مسیح راهش است. در عیسی مسیح نسل پرستی، نژاد پرستی، زبان پرستی، کشور پرستی این چیزا نیست. درست است که ما کشور دوست می باشیم. اما قسمی که وطندار عزیز ما شعیب جان در این برنامه هفته آینده بخیر تشریف میارن، بار بار میگه که ما وطن پرست نیستیم در این دنیا، ما وطن دوست هستیم. ما وطن دوست هستیم، اما وطن پرستش نمی کنیم. ما خدا را می ستاییم و می پرستیم، وطن نمی پرستیم. ما وطن پرست نیستیم، ما وطن دوست هستیم. بله، ما کسانی که افغان هستیم افتخار می کنیم و افغان دوست هستیم، افغانستان دوست داریم. به این معنا نیست که ایران کمتر دوست داریم، به این معنا نیست که ما آمریکا را کمتر دوست داریم، به این معنا نیست که ما چین کمتر دوست داریم، بلکه خداوند جایی برای ما داده، در اوج تولد شدیم، در اوج ما کلتوری از اوج را یاد گرفتیم و آب و هوای از او را نوشیدیم و تنفس کردیم. به همین ترتیب ما طبیعتاً علاقه زیاد و کشش زیاد دمو جای خود داریم. به همون ترتیبی که در خانه های خود در هر کشوری که هستیم، خانه ما برای ما خانه سکونت هست، خانه ما برای ما جای سکون است، جای آرامش است و خانه های دیگه هست. درست است، ولی ما نمیتونیم که با جرأت زیاد در او خانه بریم. به همون ترتیب این طبیعت انسانی است که یک قسم باشه. و اما در حقیقتش امو شعر هندی در یاد من بار بار که محمد رفی سروده بود، گفته بود که مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا. شاید شما شنیده باشین این سروده. مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا. مالک این یک زمین جور کرده، این ما هستیم که از یک حصهش بھارت یعنی هندوستان جور کردیم، از دیگه جایش ایران جور کردیم. این ما هستیم که خطها را کشیدیم، خدای خطها را نکشیده، خدا یک زمین برای ما داده. و اما گناه ما باعث میشه که ما جدا شویم از خدا. گناه ما باعث شده که ما از جلال خدا به زیر افتاده باشیم و گناه ماست که ما را به نسل و به زبانها و به بسیار چیزهای دیگه تقسیم کرده، در حالی که خداوند تمامی نسل‌ها، زبان‌ها، رنگ‌ها و کشورها از هر کلتوری که هستیم می‌خواهد که یک جای او جلال بیافته. این زبان‌ها، تفریق زبان‌ها، تفریق نسل‌ها، رنگ‌ها، پوست‌ها و کشورها به خاطر از این نیست که ما بالاتر و یا کمتر از یکی دیگه هستیم و یا کلتور ما بهتر است از کلتور شما و یا شما بگین که نه کلتور ما بهتر است از کلتور شما. به این خاطر نیست.
به این خاطر کلتورهای چیزا تماما ساخت انسان است و اکثری از یا اتفاقا گناه بسیار عمیق در داخل خود داره. امی که ما میگیم که نسل ما بهتر است دوست، ما خدا را دشنام میتیم که تو کسی دیگر را کمتر ساختی از ما. خدا تمام برابر ساخته، بله تمام برابر ساخته. این ماستیم که این چیزا را میاریم در مابین. اما خدا میخواهد که ما را پس اتحاد کامل بته و این اتحاد در قربانی عیسی مسیح که او بر صلیب به خاطر ما داد میخواهد ما را پس پیوند بته و از ما انسان ها که به نسل ها، رنگ ها، کلتورها، کشورهای مختلف و حتی مذاهب و ادیان مختلف پراگنده شدیم و تیت و پرک شدیم، خدا میخواهد ما را پس اتحاد بته در خون و قربانی عیسی مسیح که او بر صلیب بر ما داد. او میخواهد که ما از ما یک قوم نو، قوم خدا بسازه. فکر کنین سر از این موضوع، بسیار فکر کنین. جنجال های چهار طرف خدا ببینین. در افغانستان خود ما و شما انتخابات شده و 2-3 ماه میشه که یا کت هم جور نمیاین به خاطر مشکلات خود، به خاطر مشکلات. و اگر ما خبرها را خوب مطالعه میکنیم ما میفهمیم که اینجا مسئله نژادی و نسلی و لسانی وجود داره، بسیار زیاد هم وجود داره. و یا اگر اوتو نباشه مثل کشور ایران واری که در اوجا یک قماندان است، اونمو قماندان هرچی که میگه مردم باید اونمو طرف بغلطه، در غیر از او دیگه جانشان در خطر میفتن. و یا مثل کمونیسم و یا مثل بعض چیزهای دیگه و یا داعش که نو شده کشور دولت اسلامی به نمایندگی ابوبکر البغدادی و غیره که اگر کتما نیستن بس خلاص گردن بریده میشین. خدا گریه میکنه، عیسی مسیح گریه میکنه در حال زار ما. چقدر ما با نفرت ها، با کدورت ها، با دشنام به یک دیگر، با نفرت و انتقام به یک دیگر آغشته شدیم، تمام از خاطر گناه است. و عیسی مسیح میگه ما آمدیم که شما را زندگی بتم، ما آمدیم که شما را به زندگی بتم و این زندگی را به کاملیتش بتم. بله، در او حیات بود، در او زندگی بود و آن زندگی نور آدمیان بود. وقتی که ما در نور می باشیم دیگه تمامی چیزها برای ما واضح میشه. نسل پرستی، لسان پرستی، کشور پرستی، این چیزها از بین میره. ما خدا ترس، خدا پرست میشیم و خالق و مالک حقیقی خدا میشناسیم. کلام خدا از همین خاطر میگه در زیر زمین، در زیر آسمان روی زمین دیگه هیچ نامی به جز نام عیسی مسیح برای نجات انسان، بر رستگاری انسان داده نشده. میخواین شما نجات بیافین؟ عیسی مسیح واحد یگانه راه است. او میگه من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله ما پیش پدر آمده نمیتونه. هیچ کس. شما هندو هستین، شما مسلمان هستین، شما مسیحی میگین خدا، کاتولیک میگین، پروتستان میگین، هر چی که میگین خدا، شما زرتشت هستین، شما از هر مذهب و دین و قوم هستین، شما ذات خدا انکار میکنین. عیسی مسیح میگه بجز به وسیله ما هیچ امکان نداره شما جنت برین، هیچ امکان نداره شما در آسمان برین، هیچ امکان نداره شما پیش پدر بیاین جز به وسیله ما. من یگانه راه هستم که شما را حقیقت نشان میدم و این حقیقت شما را آزاد میکنه و شما را به حیات جاودان میرسانه. میگه من اونمو حقیقت، من اونمو حیات جاودان هستم. خلاص من از شما وطندارای عزیز من خواهش میکنم، وقتی که من وطندار میگم، مقصد من از وطندار دو معنا داره. از تمام اول وطندارای ما که در آسمان با ما یک جای هستند، وطن ما آسمان هست، مؤمنین عیسی مسیح. و دوم وطندارای عزیز ما که در افغانستان هستین و در ایران هستین و در تاجیکستان هستین. خواهش میکنم یک بار فکر کنین سر از این موضوع و ما از مؤمنین خداوند عیسی مسیح خواهش میکنم که ما یک جای شوند. با ما کسانی که در این استودیو هستیم یک جای شویم و دعا بکنیم که خداوند رحم بکنه بالای مردم ما. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم
برای امروز. شکر میکنیم ای خداوند که تو خالق و مالک ما هستی. تو ما را بسیار زیاد دوست داری. خدایا تو رو شکر میکنیم که تو ما را قدر دوست داری که حتی به خاطر از این دوستی پایین آمده، لباس انسانی را پوشیده، فرزند خدا، فرزند آدم شدی، بنی آدم جور شدی. از این که محبت زیادتر چی باشه که خدا پوست انسان بپوشه و در میان ما بیایه بگه که من شما را اینقدر دوست دارم که مثل شما شدم، تا که شما را با آغوش خود بگیرم، بگویم که اینی راست و اینی چاست و شما راه را خوش بکنین، چون چا شما را در عمق جدایی از خدا میبره. و اما راه که من هستم، اگر وارد شوین شما پیش پدر میایین، حیات ابدی را میافین. ای خداوند عزیز، تو رحم فرما بالای مردم. کمک کو ای خداوند کسانی که در مشکل هستند، خصوصا مردم یزیدی، مسیحیا، اهل تشیع مسلمان ها و سنی هایی که زیر شکنجه هستند از خاطر دولت اسلامی در عراق و سوریه. خدایا تو یار نجات بده، یار کمک کو خداوند. بچه های ریزه در اوجه هستند که غذا ندارن، خدای تو رحم کو بالای سوا. او خداوند عزیز تو رحم فرما بالای از این کسایی که در این گروه بسیار وحشی داعش هستند و یا دولت اسلامی. خدای تو بالای از وا رحم کو، رحم بنداز در قلب از وا، تا که وا نجات بیافن، تا که وا توبه بکنن از گناه های خود، تا که وای خداوند به سوی تو برگردن، به سوی خدای محبت برگردن. او خداوند عزیز تو مدد فرما به نام مقدس عیسی مسیح خداوند و منجی بشر. آمین آمین آمین. خدا را شکر میکنیم برای از این وقت. باز هم وطندارای عزیز ما زنگ زده بودن، متاسفانه من نتونستم که تلفنتان بگیرم و بعضی شما وطندارای عزیز ما مسکال میزنین که ما بر شما پس تلفن بکنیم و اما متاسفانه شما شماره تلفنتان خاموش میکنین که برای ما نرسه. زنگتان مسکالتان برای ما میرسه، ما میخوایم که برای شما زنگ بزنیم و اما ما نمیتونیم دوباره زنگ بزنیم بر شما چون شماره تلفنتان در اینجا واضح نمیشه. ما شما خواهش میکنیم که شماره تلفنتان آزاد بگذارین اگر برای ما زنگ میزنین که ما براتون زنگ بزنیم. و اگر شما مستقیما میخواین برای ما زنگ بزنید، تلفن شخصی ما شماره ما هست 901 313 44 51. شما شاید روی پرده هم ببینین و آدرس اسکایپ ما هست افغان میدیا. بعد از برنامه همیشه وطندارای عزیز ما بسیار زنگ میزنن. البته در دوران برنامه بعضی وطندارای ما نمیخواین زنگ بزنن به خاطر اینکه برشان خطر است و ما تشویق هم شما را میکنیم که اگر شما در جایی هستین که مشکل است برتان، لطفا زنگ نزنین. و وطندار عزیز ما زنگ زده بود، امیدوار هستم که من بتونم کتش صحبت بکنم. و اما سر موضوع امروز میاییم. موضوع امروز ما این عیسی کیست و آیت خصوصی که ما در اینجا داریم آیت 10 فصل 21 انجیل مقدس متی است که در اینجا مردم در مورد عیسی مسیح میگه که این کی هست، این کی است. بعضی ها میگن که پیغمبر است، این بعضی میگه که همون نبی است. و اما عیسی مسیح خودش نمیره از شاگردای خود سوال میکنه که او کیست. ما در مورد از این صحبت میکنیم. امیدوار هستم که کت وطندار عزیز ما بتونم در تماشام دوباره و کتشان صحبت بکنم. و اما میایم بالای موضوع امروز که این عیسی کیست. یعنی موضوع ما هست انجیل متی فصل 16 آیات 13 تا 17. اگر ما اینجا میخوانیم در اینجا این قسم کلام خدا برای ما میگه: وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان، متوجه باشید عیسی مسیح خود پسر انسان میخوانه. در کتاب دانیال اگر شما بخونین در اوجه هم در مورد پسر انسان صحبت شده. وقتی که در انبیا در مورد پسر انسان صحبت میشه، در مورد عیسی مسیح صحبت شده. خداوند خدا پسر انسان از خاطر میخوانه که او در خانوار انسان
خود متولد میکنه، در خانوار انسان میآید که او خود با ما بشناسانه. در اینجا نوشته است به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها یعنی تمامی شاگردایشان یک بعد دیگری شاید یک جای جواب داده باشند. بعضی ها میگن که تو یحیای تعمید دهنده هستی، که یحیای تعمید دهنده البته قتل شد، گردن بریده شد به خاطر از اینکه او در مورد آمدن عیسی مسیح صحبت میکرد. و ایده دیگه هم میگه که تو الیاس نبی هستی، که الیاس تقریبا 1,500 سال پیش از این واقعی که در اینجا شده زندگی میکرد. و بعضی ها هم میگه که تو شاید ارمیای نبی و یا یکی از انبیای دیگه هستی که در گذشته بوده. عیسی از او میپرسه شما مرا کی میدانید؟ ای که مردم در مورد از ما چی میگن که ما کی هستم و مرا در حقیقتش نمیشناسن، و اما شما تعلیم مرا یافتین، شما معجزهای مرا دیدین، چیزهایی را که ما برای شما افشا کردیم برای مردم دنیا افشا نشده و تا بالا ندیده این چیزها را، و اما شما مرا شخصا میشناسین. من اینا از شما میپرسم. عیسی مسیح میگه شما مرا کی میدانید؟ از شاگردای خود میپرسه. شمعون پطرس، به 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 به، پطرس بسیار پیشپزک بود، بگویم برتان، او زودتر جواب میداد از دیگاه کده. پطرس جواب میده. چی میگه؟ او چی جواب میده؟ اینجا میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی. تو مسیح پسر خدای زنده هستی. در اینجا ما دو چیز یافتیم در مورد عیسی مسیح، دو نام عیسی مسیح. عیسی مسیح خودش میگه که من پسر انسان هستم. پطرس رسول میگه که تو هم مسیح هستی و هم پسر خدای زنده هستی. اینجا بسیار متوجه باشین. عیسی مسیح خدا به نام پسر انسان معرفی میکنه، و اما پطرس رسول میگه تو پسر خدای زنده هستی. اگر عیسی مسیح در اینجا کفر میگفت، اگر عیسی مسیح در اینجا کفر میگفت، واضح میشد. و یا حتی اگر پطرس رسول اینجا کفر میگفت، اینجا واضح میشد. چون پطرس رسول میگه که تو پسر خدای زنده هستی، اما عیسی مسیح خدا به نام پسر انسان معرفی کرده، باید اینجا اگر کفر گفته میشد، باید عیسی مسیح پطرس رسول تنبیه میکرد که دور شو، تو کفر گفتی، تو بسیار غلط گفتی. و اما عیسی مسیح چی میگه؟ آنگاه متوجه باشی، آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، خوشا به حال تو. یعنی چی؟ رازی را که دیگه کسا نمیفهمه، چیزی را که دیگه کسا درک نکده، تو کتی مانده، تو ای را درک کده که من واقعا کی هستم. خوشا به حال تو که تو شناختی که من کی هستم. میگه چون تو این را از انسان نیاموختی، از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته. عیسی مسیح تنبیه نمیکنه عیسی مسیح را که تو کفر گفتی، تو مرا بچه خدا خواندی. او میگه خوشا به حال تو، خوش به حال تو، بسیار بسیار پر از برکت هستی، چرا که تو ای را از عقل انسانی، از فکر انسانی نگفتی، بلکه پدر آسمانی ما، پدر ما ای را بر تو آشکار ساخته، ای را بر تو آشکار ساخته. عیسی مسیح فرزند خدا، پسر یگانه خدا، یگانه پسر خدا آمد، پسر انسان شد. او پسر انسان شد. بسیار بسیار جالب. پسر خدای زنده پسر انسان شد و این کاملا برحق است، چون کسی که این را اقرار میکنه که او پسر خدای زنده هست، یعنی شمعون پطرس، عیسی مسیح میگه خوشا به حال تو، چون این از فکر انسانی نیست، تو از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته. آله من بر شما وطندارای عزیز میگم، پسر خدای زنده پسر انسان شد
تا که ما انسانها را فرزندان خدا بگردانه. پسر خدا پسر انسان شد تا که به وسیله از او، از طریق از او، ما فرزندان پدر جاودانی شویم. وطندار عزیز ما چندین بار زنگ زدن، متاسفانه ما وقتی که دوباره برشان زنگ میزنیم زنگ برشان نمیره. من بازم کوشش میکنم که اگر زنگ برشان بره کچان صحبت بکنم و از پرودوسر عزیز خود خواهش میکنم که برای ما ایره برسانه وقتی که هلو گفتن. به هر حال خداوند برای ما ایره مکاشفه میکنه، بسیار واضح میکنه که او کی هست. کلام خدا باز در دانیال فصل 7 آیت 13 و 14 عین نام در ایجا میاره که عیسی مسیح خود معرفی میکنه که من پسر انسان هستم. در خواب موجود را دیدم، یعنی 700 سال پیش، 7 قرن پیش، از تولد معجزانه عیسی مسیح بر زمین، از تولد عیسی مسیح بر زمین به صورت انسان ای صورت میگیره. در خواب موجودی را دیدم، پیش از پیش میبینه که شبیه پسر انسان بود. پسر انسان بود. کلمه پسر انسان در عهد عتیق همیشه در مورد عیسی مسیح گفته شده. از همون خاطر عیسی مسیح وقتی که به دنیا میآید او خدا به حیث پسر انسان معرفی میکنه. به حیث پسر انسان معرفی میکنه. پیش از پیش خداوند ایره دیزاین کرده، پیش از پیش ایره برای ما آراسته کرده که او به صورت پسر انسان در این دنیا میآید. او بر ابرهای آسمان آمد به حضور موجود ازلی. کلمه موجود ازلی ایجا در مورد خود خداوند عیسی مسیح است، در مورد خدای پدر است، در مورد روح مقدس است، در مورد تثلیث گفته شده. موجود ازلی، قدیم الایام، نام خدا قدیم الایام هست در اینجا. هلو. Hello, can I speak to Hussein, please? I'm on the live show. Would you be able to speak on the live show, or can I call you later? You can certainly call me later. I'll call you back later if that's suitable. I'm calling from Ireland. That's all right. Thank you very much for your call. Okay. بسیار میبخشید. او به حضور موجود ازلی رفت. اینجا در مورد تثلیث مقدس گفته شده. به او اختیار، به کی اختیار داده شد؟ به او، به پسر انسان، به پسر انسان اختیار و جلال و قدرت و سلطنت داده شد. به او اختیار و جلال و قدرت و سلطنت داده شد. پیش از پیش 700 سال پیش از تولد معجزانه عیسی مسیح در اینجا صحبت میشه. دانیال در خواب میبینه که من کسی را شبیه پسر انسان در خواب میبینم و او بر ابرهای آسمان میآید. البته این در مورد آینده صحبت میشه. ما مسیحی ها به این عقیده هستیم، به این ایمان هستیم و کلام خدا در کتاب مکاشفه، در کتاب تسالونیان، در کتاب انجیل متی فصل 24 خصوصا در اینجا برای ما در مورد آمد عیسی مسیح بر ابرها صحبت میشه که یک روز عیسی مسیح، بلکه بهتر میشه که بگیم در فصل اول اعمال رسولان هم گفته میشه وقتی که فرشته ها در اوجا عیسی مسیح بالا برده میشه و فرشته ها میآید و برای کسانی که شاگردای عیسی مسیح در اوجا جمع شده بودن همین تو بالا لق میبینن و بر ازا میگه که ای مردا، ای مردان جلیلی، ای کسانی که در اینجا ایستاد هستین، چرا ای تو لق لق بالا میبینین؟ اینمی عیسی که بالا برداشته شد پس برمیگرده. در مورد برگشت عیسی مسیح در اینجا صحبت میشه. در خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. به او اختیار و جلال و قدرت و سلطنت داده شد. متوجه باشی، موجود ازلی در ازل پیش از اینکه هر چیز دیگه وجود داشته باشه. اما قسمی که در انجیل مقدس یوحنا ما میخوانیم که در ابتدا کلام بود، کلام با خدا بود، کلام خود خدا بود.
خدا کلام خدا جسم میگردانه به صورت عیسی مسیح. خود خدا، کلام خود خداست. و اگر ما این را در لسان یونانی بخوانیم بسیار جالبتر میشه. میگه این ارخه در ابتدا این هالاگاس بود آن کلام. کای هالاگاس این پراستانتیان و آن کلام بود به حضور خدا، پیش خدا، با خدا. و سیوم حسش میگه کای ثیاس، این دفعه از لاگاس شروع نمیشه که کلام میشه. کای ثیاس و آن کلام. کای ثیاس این هالاگاس. کای ثیاس به معنی و آن خدا، آن خدای ازلی و ابدی خودش همان کلام بود. خودش همان کلام بود. در کلام مقدس فارسی و حتی انگلیسی و دری ترجمه به صورت آمده که یک کمی صاحب مسائل گرامری را مورد نظر بگیریم. از این خاطر آمده که در ابتدا کلام بود و یا کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، در حالی که در یونانی حصه آخرش کای ثیاس و آن خدا، خود ازلی، موجود ازلی، خدا. کای ثیاس این هالاگاس، خدا خودش همان کلام بود. خدا خودش همان کلام بود. و ایجا آل چطور آمده؟ در ایجا با اونمو کلام ازلی خدا، پسر انسان که به ابرهای آسمان میایه به حضور موجود ازلی که با او یک همیشه بوده، از او هرگز جدا نبوده، که در آخر آیات باز ما در مورد ازی آیات دیگه ای داریم میخوانیم. به حضور موجود ازلی میره، با او یکیست. با او اختیار و جلال و قدرت و سلطنت داده شد. یعنی او سلطان است، او پادشاه است، او صاحب اختیار هر چیز هست. انجیل متی فصل 28 از آیات 18 به بعد ما میخوانیم. عیسی مسیح میگه که بر روی زمین و در آسمان ها تمامی اختیار برای من داده شده. عیسی مسیح مختار کل است. او اختیار هر چیز در کائنات داره، دیگه هیچ کسی رو گفته نمیتونه. او اختیار هر چیز در کائنات داره، چون او از اوست جلال، از اوست قدرت، از اوست سلطنت. متوجه باشین چی؟ از اوست همه اختیار یکی، از اوست همه جلال دو، از اوست همه قدرت سه، و از اوست سلطنت. او شاه شاهان هست، او شاه شاهان هست چار. تا همه اقوام، یک گروه نه، دو گروه نه، یک مردم نه، دو مردم نه، یک لسان نه، دو لسان نه، تمام اقوام. ایرانی هستین شما، افغان هستین، تاجیک هستین، پاکستانی هستین، هندوستانی هستین، از کجا هستین؟ کلام خدا میگه که تمام اقوام، تمام اقوام، همه اقوام از هر زبان و از هر نژاد خدمت او را بکنند. تمامی انسان ها از هر لسان، اقوام و نژادی که شما هستین، خداوند برای شما میگه که شما تنها برازی هستین که او را خدمت بکنین. پسر انسان، پسر خدا عیسی مسیح را خدمت بکنین، چون به خاطر ازی، این را بسیار واضح ما میخوانیم، به خاطر ازی که او صاحب اختیار است تنها، دیگه انبیا، دیگه مذاهب، دیگه اربابان دین و غیره و غیره نه، بلکه عیسی مسیح، بلکه پسر انسان، بلکه در حضور موجود ازلی کسی که هست، او صاحب تمامی اختیار، صاحب تمامی جلال، صاحب تمامی قدرت، صاحب تمامی سلطنت. او سلطان است، سلطان حقیقی اوست. و همه اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بکنن. قدرت او، قدرت کلمه او کی؟ قدرت موجود ازلی، قدرت پسر انسان و قدرت پسر خدا. قدرت پسر خدا ابدی است، قدرت او ابدی و سلطنت او، سلطنت او. متوجه باشین که او سلطان هست، او
سلطان هست، سلطنت او بی زوال است، یعنی همیشه هست، از بین نرفتنی هست. شما تو یک شخص کی میگین؟ عیسی مسیح میپرسه که شما چی فکر میکنین که من کی هستم؟ انسان ها، بعضی انسان ها خو میگه که من نبی هستم، بعضی انسان ها میگه که من پیامبر هستم، بله من وا هم هستم. بعضی انسان ها میگه من بسیار یک استاد عالی هستم، که امروز هم حتی کسانی که از ذات خدا انکار میکنن و ایتیست هستن و میگن خدا نیست، خدا وجود نداره، هر چیز برقی که در خودش میتو آمده. بسیار جالب است، عقل زوره فکر کنین که چطور فکر میکنن. حتی هم عیسی مسیح را قائل میشن و میگن که او یک استاد بسیار خوب بود. یک گروه داریم که خود مسیحیان موعظه سر کو میخوانند در آمریکا. خود یک گروه است، این گروه از ذات خدا کاملا منکر هستند و اما خود مسیحی میخوانند و میگن Sermon on the Mount Christians، Sermon on the Mount Christians، در حالی که یا ایتیست هستند. چون Sermon on the Mount و یا موعظه سر کوه بسیار مثالی است در مورد از اینکه رفتار و کردار انسان چطور باشه، پس یاره در زندگی خود وا میخواین که عملی جامه بپوشانند، در حالی که بدون از اینکه اقرار کنند که خداوند عیسی مسیح واقعا موجودی ازلی است، واقعا خداوند است، واقعا او پسر خدای زنده هست، امکان نداره. تمامی چیزا باطل است بدون عیسی مسیح، تمامی چیزا باطل است. و اما در اینجا ما میخوانیم که کسی که پسر خداست، کسی که موجود ازلی است، اختیار، جلال، قدرت، سلطنت از اوست. همه اقوام از هر زبان و نژاد و او را خدمت میکنن و قدرت او ابدی و سلطنت او بی زوال است. چطور؟ قدرت موجود ازلی ابدی و سلطنتش بی زوال است، ابدی، از ابدالآباد تا ابدالآباد، از ازل تا به ابد او موجود ازلی هست. او بوده و او صاحب قدرت است، او صاحب جلال است، او اختیار هر چیز داره و او سلطان تمامی سلاطین هست. عیسی مسیح کیست؟ عیسی مسیح پادشاه جلال هست. پیش میریم دمو کتاب دانیال. ناگهان نبوکدنضر که پادشاه البته عراقی، امروز ما عراق میگیم، یک زمان ایره صاحب بابل میگفتن، پادشاه بابل. ناگهان نبوکدنضر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست و از مشاوران خود پرسید مگر ما این 3 نفر را نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ 3 نفری را که البته ما به نام شدرک و میشک و ابدنگو در کتاب دانیال در موردش میخوانیم که یا یهودیای بسیار خداپرست بودن، یا عبادت خدای زنده را میکردن، یا عبادت عیسی مسیح پسر خدا را میکردن، یا را به خاطر ایمانشان در مابین آتش میندازن. البته متوجه باشید، خدا را آزمایش نکنین. خدا میفهمه که در کدام وقت چه قسم عمل بکنه. لازم نیست که شما بالای آتش را برین و بگین خدا مرا نجات میده. متوجه باشین. امو یک اشتهار میآید در تلویزیون که مردم کارهای عجیب و غریب و خطرناک میکنه و بعد از اون میگه don't use it at home، don't try it at home. این در خانه شما عملی نکنین که برتان شاید مشکل باشه. کلام خدا شما را اجازه را نمیده. کلام خدا میگه که خداوند خدای خود را میازما. نوشته 3 نفر را بستیم و در میان آتش نینداختیم. آنها جواب دادند بله ای پادشاه همین طور است. پادشاه گفت پس چرا من حالا 4 نفر میبینم که با دست و پای باز در میان آتش قدم میزند و آسیب هم به آنها نرسیده است و نفر 4م شبیه چی؟ پسر خداست. در حصه اول در اینجا ما خواندیم که او شبیه پسر انسان است، وقتی که در مورد خود دانیال ما در خواب دانیال ما میبینیم و اما بعداً ما میبینیم که او شبیه پسر خداست. پس
پسر خدا و پسر انسان هر دویش لقب‌های عیسی مسیح است، خدای خالق و مالک کائنات. عیسی مسیح کیست؟ کسی که شما میتونین بالای از او اعتماد کامل بکنین، چون او ازلی و ابدی است. چون اختیار، متوجه باشین اینجا، باز متوجه باشین، چون در اینجا ما میخوانیم که اختیار هر چیز، اختیار زندگیتان، اختیار آیندهتان در دست از اوست. اختیار، جلال، قدرت و سلطنت از اوست. او سلطان است. از همین خاطر است حتی پادشاه مثل نبوکدنضر که او واقعا پادشاه شریر بود، او هم میبینه که کسی را که در آتش، 3 نفر را که در آتش انداخته، آل نفر چهارم در اوجا ظاهر شده و نفر چهارم شبیه پسر خداست. شبیه پسر خداست. کلام خدا در مورد عیسی مسیح برای ما این قسم درس میده. در انجیل متی فصل 16 آیت 17 باز این را ما میخوانیم که آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو. کسی که عیسی مسیح را میشناسه که او واقعا کی هست، عیسی مسیح میگه خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته. عیسی مسیح او را نگفت که تو کفر گفتی، من مثل تو اور یک انسان دیگه هستم، ای تو نگفت، بلکه چیزی را که پطرس رسول اقرار کرد که تو مسیح پسر خدای زنده هستی، عیسی مسیح گفت که خوشا به حال تو، خوشا به حال تو، چون این تو از انسان نیاموختی. دکترای انسانی نیست، فلسفه انسانی نیست، بلکه خداوند پدر آسمانی ما به قدرت روح مقدس خود تو را فهمانده که واقعا مکی هستم. از همون خاطر عیسی مسیح بعداً برای شاگردای خود میگه یگانه راه، راستی و زندگی من هستم، به جز به وسیله من هیچ کس پیش پدر آمده نمیتونه. آمده، نگفت رفته نمیتونه، آمده. کلمه آمده نمیتونه، خود دروازه میسازه اینجا نام میده. او یکی از نامهایش دروازه زندگی هم هست. او در هست، او راه هست، او حقیقت است، او زندگی است، او قیامت است، او زندگی است. بله، او شبان نیکوست که داود نبی در موردش میگه که چون خداوند شبانم است، چون یهوه شبانم است. عیسی مسیح یهوه است. چون خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در انجیل یوحنا فصل 14 ما اینی میخوانیم، آیات 5 تا 9 اگر ما مطالعه کنیم، کلام خدا در موردش این قسم میگه. توما که یک از شاگردای عیسی مسیح بود که همیشه او شک داشت در دل خود در مورد هر چیز، از همین خاطر او را داوتینگ تاماس و یا تومای شاکی که او صاحب شک میکرد هم به نام تومای شک کننده هم میخوانیم. و اما متوجه باشید توماس بعد از اینکه واقعا محکم میشه ایمانش، بعد از اینکه عیسی مسیح از مردگان برمیخیزه و دیگه تمام باور میکنه که عیسی مسیح از مردگان برخاسته، و اما توماس میگه که نه تا که من دست خود بالای زخمش نمانم من باور نمیکنم که او زنده شده. پس عیسی مسیح برش ظاهر میشه، میگه ای توماس این دست بزن به زخم های من، و بعد از او میگه ای خدای من. توماس بر عیسی مسیح میگه ای خدای من. در اوجا هم عیسی مسیح نمیگه که تو کفر گفتی، بلکه عیسی مسیح خوشا به حالی را برش میده، خوشا به حالی را برش میده. و ما میفهمیم که توماس میره در نزدیک کنیاکوماری در آل دوجا در ساوت ایندیا و یا در جنوب هندوستان، در یکی از آخرین نقطه های هندوستان در کنیاکوماری، ما در اوجا میبینیم که او شهید میشه، او شهادت میده بر عیسی مسیح و او را میکشن به خاطر ایمانش که به عیسی مسیح داشت. یعنی قدر او زیر تاثیر قدرت عیسی مسیح، جلال عیسی مسیح، بخشش عیسی مسیح که او پیرویش میشه و او سالها سفر میکنه، قدم میزنه از همین راه ایران و افغانستان، بالاخره او در کجا میرسه؟ در آخرین نقطه از او منطقه در او زمان میرسه، در هندوستان، در کنیاکوماری، و در اوجا کلام خدا را بخش میکنه که امروز هم کلیسای به نام مارتوما یعنی
تومای مقدس، مارتوما، از لسان ملیالم گرفته شده. ملیالم یکی از لسانهای جنوبی هندوستان است. کلیسای مارتوما در اوجه است، یعنی کلیسای تومای قدیس در اوجه است. و میگن که ما پشت در پشت در او کسایی میرسانیم که از طریق توما به عیسی مسیح ایمان آوردند، یعنی ما یک قدیم هستیم. و این یکی از بهترین شهادت است که شما میتونین برای مردم بتین. تومایی که صاحب در اینجا ما او را میگیم که او شاکی بود و شک میکرد. توما گفت ای خداوند. توما میگه ای خداوند. عیسی مسیح را آقای خود میخوانه و کلمه خداوند اینجا از کلمه کیوریوس از لسان یونانی گرفته شده به معنای آقا، کسی که مالک مستی، کسی که صاحب مستی، یعنی معنا را میته در اینجا. و اما در ترجمه دری خداوند آمده که خداوند هم معنایش هست آقا. خداوند معنایش آقا و یا صاحب ما و یا مالک ما. ای خداوند ما نمیدانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او چی میگه؟ من راه هستم، من راستی هستم، من زندگی هستم. هیچ کس متعلق به هیچ دین، مذهب، نسل و کشور و یا لسان، هیچ کس جز به وسیله ما متوجه باشین، جز به وسیله عیسی مسیح هیچ کس نزد پدر نمی آید و یا آمده نمی تواند. نمی آید. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. بعد از او عیسی مسیح چیز بسیار عجیبی را در اینجا میگه. متوجه باشین، خوب متوجه باشین. عیسی مسیح میگه اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. و برای مؤمنین خود از همین لحظه پس شما او را میشناسید و او را دیده اید. شما او، کلمه او در اینجا کیست؟ توما چی میگه؟ توما ای خداوند ما نمیدانیم تو به کجا میروی، پس چگونه میتونیم راه را به عیسی مسیح میگه که من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد کی؟ پدر. نزد پدر. پس او مخاطب به پدر است اینجا. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. از این پس شما او را، یعنی پدر را میشناسید و او را دیده اید. و او را دیده اید. بسیار جالب است. عیسی مسیح در اینجا بر شاگردای خود میگه که از این به بعد شما پدر را دیده اید. در حالی که توماس بعد از او چی میگه؟ توماس بعدن چی میگه؟ ای خداوند. در اینجا دوباره تکرار میکنه به خاطر اینکه بسیار جستجوگر بود، واقعا میخواست که حقیقت بدانه. در اینجا توماس باز میگه که ای خداوند پدر آسمانی، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. پدر را برای ما نشان بده، این برای ما کافی است. عیسی مسیح بر از او چی میگه؟ عیسی به او گفت ای فیلیپوس در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. هر که مرا دیده است پدر را دیده است. پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بدهی؟ وطندار عزیز بسیار تشکر از تلفن‌هایت. بسیار تشکر. بعد از برنامه ما حتما کت تماس میگیرم، چون ما کوشش میکنم که دوباره کت تماس بگیرم اما رخ نمیشه و ما حتما کوشش میکنم که بعد از برنامه کت شما تماس بگیرم. 6-7 وطندار ما هستن که تلفن کردن و اما متاسفانه ما دوباره زنگ میزنم، بر شما زنگ نمیره و ما کوشش میکنم که کتان تماس بگیرم. بسیار تشکر. و اما میایم به درس. کلام خدا برای ما از زبان عیسی مسیح میگه ای توماس، چون توماس میگه که ای خداوند پدر را به ما نشان بده و همین برای ما کافی است. عیسی مسیح میگه ای توماس در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمیکنی؟ بعد از میگه آیا باور نمیکنی که من در پدر
هستم و پدر در من است. سخنانی که من به شما میگویم از خودم نیست، تنها من نمیگم بلکه این در اتحاد تثلیث است. او میگه از خودم نیست. آن پدری که چی در من ساکن است. عین مثل حصه اول انجیل مقدس یوحنا. در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. در اتحاد کاملا. کلام در خدا، خدا در کلام و کلام خود خدا. هیچ فرق نمیکنه. عیسی مسیح میگه که من هیچ چیز را از خود نمیگم. اما قسمی که پولس رسول میگه که دست نمیتونه که پاره بگه که من به تو نیاز ندارم. اینجا هم پدر به پسر، پسر به پدر، روح به پدر، روح به پسر، پسر به روح، پدر به روح، همیشه در اتحاد تثلیث. ما یک خدا، خدای واحد میپرستیم، سه خدا را نمیپرستیم. هللویا. سوال شما اگر است که آیا شما مسیحا پس سه خدا را میپرستین؟ هرگز نه. ما در این مورد بسیار زیاد صحبت کردیم. خدا در طبیعت برای ما بسیار چیزهای گذاشته که ما مثال بتیم. مثلا شخص من حسین اندریاس، شما مرا یکی میبینید، اما ما ترکیب داده شدیم. در طبیعت خداوند مرا ترکیب داده. من جسم هستم، جان هستم و روح هستم. آب شما میبینید، من نوشیده میتونم، گلون من خشک شده یک کمی. آب شما به صورت مایع میبینین، به صورت یخ میبینین. بله، سالد به صورت یخ میبینین که یخ میگیره دستایتانه. درست است؟ او را شما گفتن نمیتونین که او مایع است. خاصیت یخ جداست، خاصیت مایع جداست. و شما تفت میبینین. تفت گفتن نمیتونه که من حتما مایع هستم، چون که او مایع نیست. و اما در اساس و یا در انگلیسی میگه in essence تمامیش H2O خوانده میشه. تمامیش H2O خوانده میشه. خداوند در طبیعت بسیار چیزها برای ما مثال مانده و اما شناخت حقیقی از این که تثلیث چی هست، عیسی مسیح کی است، بهتر میشه که ما با آسمان بریم. اونجا خداوند بسیار واضح تر برای ما ای را آشکار میکنه. و اما فی الحال میگه که چیزایی که من میگم از خودم نیست، پدری که در من ساکن است این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم. میگم من در پدر هستم و پدر در من هست. هیچ فرقی نداره. به الفاظ دیگه در عین صورت، در غیر این صورت میگه به خاطر اعمالی که از من دیده اید و من ایمان داشته باشید. وطندارای عزیز، متاسفانه برنامه اینجا خلاص میشه و اما این موضوع را ما ادامه میدیم. کت شما، خداوند شما را برکت بده. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. بخیر. روز پنجشنبه از برادر عزیز ما ابراهیم فروتن به زبان شیرین پشتو کلام خدا را میشنویم. تا او زمان برادرتان اجازه بدین. خداوند پشت و پناهتان باشه. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم